هر مسلمانی که از خلال کمره و یا تلویزیونی شما صدایم را میشنود باید بیدار شود. قصه تاجیکستان برای این دانشجوی دانشگاه امام صادق از 10 سال پیش شروع شد، از دوران دانش آموزی. خبری از تاجیکستان خوندم که در تاجیکستان دانش آموزان ورودشون به مساجد ممنوع هست و همون دوره راهنمایی دبیرستان بود که به فکرم رسید که واقعا یعنی چی میشه در یک جای دنیا، چقدر از اینا از اسلام میترسن. برادران تاجیکی که همین است که حالا در دوران دانشجویی آخرین اتفاقات تاجیکستان برایش مهم می شود و دغدغه‌هایش به برگزاری این نشست می رسد. نشست محکومان شریعت در یک کافه دانشجویی در نزدیکی دانشگاه تهران. چند روز بعد از حکم دادگاهی در تاجیکستان که قاضی آن متهمان را به جرم اسلامگرایی محاکمه کرد. 13 متهم که همگی از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. تنها حزب قانونی اسلامگرا در آسیای میانه که دولت تاجیکستان آن را غیر قانونی اعلام کرده. قبل از این دادگاه هم ماجراهای تاجیکستان خبرساز شده بود. در کشوری که 99% مردم آن مسلمانند، رئیس جمهور حجاب را برای دختران زیر 18 سال، ریش را برای مردها و اسامی عربی را هم برای بچه‌هایشان ممنوع کرده تا آنطور که میگوید با افراطگرایی مبارزه کند. باید و نبایدهای امام علی رحمان منتقدانی دارد، اما منتقدان او حالا دیگر مجالی برای نقد ندارند. از اواخر شهریور سال قبل و ماجرایی که دولت نام کودتا بر آن گذاشت، منتقدان امام علی رحمان به بهانه همدستی با عوامل شورش بازداشت شدند. 2 هفته درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران معاون وزیر دفاع که هرچند برخی آن را ساختگی می‌دانند، اما به بهانه آن 199 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی بازداشت شدند. 13 نفر از آنها اما کارشان به دادگاه کشید. آن هم به اتهام همراهی با گروه‌های تروریستی، برانگیختن اختلافات قومی، دعوت برای براندازی نظام سیاسی و افراطیگری. رهبر حزب این اتهام‌ها را رد کرده و میگوید این حزب با ماجرای شهریور سال گذشته هیچ ارتباطی ندارد. اما حبس ابد و 8 تا 30 سال زندان درخواست دادستان عالی تاجیکستان برای این 13 نفر است. چند ماه بعد از آنکه پارلمان تاجیکستان به امام علی رحمان لقب پیشوای ملت داد و او برای تمام عمرش مسئولیت قضایی پیدا کرد، حالا بعد از 20 سال ریاست جمهوری منتظر همه‌پرسی 2 خرداد است تا بتواند برای تمام عمر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. در کشوری که همه قانونها باید به امضای این مرد ختم شود، حالا مردم نگران سرنوشت این 13 نفرند. نگرانی که تا این نشست دانشجویی هم رسیده. دانشجوهایی که امیدوارند دیپلمات‌ها صدایشان را بشنوند تا بلکه رفت و آمدهای دیپلماتیک سرنوشت محکومان حزب نهضت اسلامی را عوض کند.